درود بچه ها، امروز آخرین روز فروردین 1404 کنار ساحل زیبای کیاشهر استان گیلان هستیم. بچه ها در طول روز نسیم خنکی از سمت دریا به سمت خشکی میوزه. نگاه کنید جهت حرکت شنها رو به ماسه رو ببینید. نسیم خنکی از سمت دریا به سمت ساحل میبینید. عالی. چرا؟ به خاطر اینکه الان خورشید زده به ساحل، گرم شده و هوای اطراف خودش رو گرم میکنه. هوا میره بالا، سبک میشه میره بالا. یه هوایی باید جای این رو بگیره. کدوم هوا؟ هوایی که از سمت دریا میاد و خنک هست، چون دیشب خنک بوده این دریا. هوای خنک میاد و جای این رو میگیره. هوای گرم میره بالا و در طول روز ما شاهد یک نسیم خنک از سمت دریا به سمت ساحل هستیم. عالی هستین، موفق باشین.